مراجعت و پیام من به آن نفرانی است که به تماشای فیلم‌های فحشا و بی‌حیایی مبتلا هستند و به آن چنان عادت کرده اند که هر زمانی که تنها مانند البته به تماشای آن مشغول می شوند. شب‌های دراز به دیدن چنین نواره‌هایی که بدترین اخلاق حیوانی را نشان می دهد مشغول می شوند. بعضی آنها چنین نواره‌های فحشا و بی‌حیایی را همراه زوجه اشان تماشا می کنند و بعد از آن با همدیگر همخوابه می شوند. العیاذ بالله. و حتی شنیدم که به تماشای چنین نواره‌های بی‌حیایی و حیوانی زوجه اشان را مجبور می کنند. العیاذ بالله. از همه بدترش آن که بعض دختران درون خانه هم به تماشای رسم و نوارهای فحشا و بی‌حیایی عادت کرده اند که این خیلی پیامدهای بدی دارد. برادر و خواهری که به تماشای رسم و نوارهای فحشا و بی‌حیایی عادت کرده ای، این نصیحت مرا به گوش عبرت بشنو و فراموش نکن که روز در پیشگاه خداوند قائم می شوی و از این گناه بزرگ پرسیده می شوی، ولی در آنجا هیچ جوابی نمی یابی، و یا این که خداوند در همین دنیا تو را به سزای این عمل زشت و ناروای خود می رساند و عذابش را در همین دنیا به تو می چشاند. العیاذ بالله. من برای شما چند وصیت دارم که رساندن آن را برای شما فریضه دینی خود می شمارم. وصیت اول این است که این چشمی که خداوند به شما داده است که با آن عالم را می بینید، فراموش نکنید که این بزرگترین نعمت خداوند به بنده اش است، نعمت بردوام در هر ثانیه. بار یک چشمت را پوشان و با یک چشم به عالم نظر کن، بعداً حس میکنی که با یک چشم نگریستن چقدر مشکل است، چه جایی که از هر دو چشمت محروم شده باشی و اصلاً دیدن نتوانی. پس این نعمت بی‌بهای پروردگارت را قدردانی بکن و شکر آن را بجا آر. شکر این نعمت بی‌بها به نافرمانی خداوند، یعنی با تماشای رسم و نوارهای فحشا و ضد اخلاقی، هرگز ادا نمی شود، بلکه غضب پروردگار دامنگیر صاحب آن می شود. خداوند متعال در آیه 7 سوره ابراهیم می فرماید: استعیذ بالله لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صدق الله العظیم. یعنی اگر در نعمتهای من شکرگزاری کنید، یقینا نعمت خود را به شما افزون می دهم، و اگر ناشکری و ناسپاسی کنید، بیگمان عذاب من خیلی سخت است. پس بر ما لازم است که آن را در طاعت و فرمانبرداری خداوند به کار بریم، نه در کار گناه و نافرمانی او. وصیت دوم این است که فراموش نکنیم و همیشه به یاد داشته باشیم که روز خداوند در پیشگاهش ما را قائم می کند و از این چشمها ما را می پرسد. خداوند در آیه 32 سوره اسراء می فرماید: استعیذ بالله ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. یعنی بدون شک گوش و چشم و دل، هر یک اینها مورد سؤال قرار داده می شوند. صدق الله العظیم. یعنی از چه چیزهای دیده اند و شنیده اند و اعتقاد کرده اند پرسیده می شوند. پس وقتی که در حجرت در آمده در را قلف می کنی و خیال می کنی که کسی تو را نمی بیند و به تماشای رسم و نوارهای فحشا و بی‌حیایی مشغول می شوی، فراموش نکن که روز در پیشگاه خداوند قائم می شوی و از هر دو چشمانت و از آنچه که می بینی پرسیده می شوی. وصیت سوم این است که فراموش نکن و همیشه به یاد داشته باش که خداوند همراه توست و تو را می بیند و می شنود. پس وقتی که به تماشای رسم و نوارهای فحشا و بی‌حیایی مشغول می شوی، به یاد آر که خداوند همینک
مرا دیده ایستاده است و از حال من خبردار است. تو خیال نکن که تنهایی، بلکه یقین بدان که خداوند همراه توست و تو را می بیند و می شنود. خداوند عزوجل در آیه 14 سوره فجر می فرماید: استعیذ بالله این ربک لبالمرصاد، یعنی یقینا پروردگار تو در کمینگاه است. معنی کمینگاه در لغت مخفیگاه است که از آنجا به دشمن نظر می کنند ولی دشمن آنها را نمی بیند. معنی آیت چنین می شود که خداوند تو را می بیند و می شنود ولی تو او را نمی بینی. پس شرم کن از خداوند وقتی تو را در حال ببیند که به تماشای رسم و نوارهای فحشا و بی‌حیایی و ضد اخلاقی مشغول هستی. العیاذ بالله. وصیت چهارم این است که برادر و خواهر عزیز، این را فراموش نکن که خداوند همراه صبر کنندگان است. خداوند در آیه 153 سوره بقره می فرماید: استعیذ بالله این الله مع الصابرین، یعنی خداوند همراه صبر کنندگان است. صبر داشته باش و این را فراموش نکن که وقت و زمان هم بر انسان گناهگار و هم بر انسان بیگناه می گذرد، ولی تو که صبر کردی وقت و لحظه های تو بیگناه می گذرد و خوشبختی انسان هم در همین است که یک لحظه او بیگناه بگذرد. وصیت پنجم این است که برای خلاصی از این گناه و توفیق توبه نصیب شدن از آن دعا را دست کم نگیرید، چون که خداوند در آیه 183 سوره بقره می فرماید: استعیذ بالله اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یعنی دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم. همیشه بعد از هر نماز و در نیمه شب دعا کنید که خدایا مرا توفیق توبه از همه گناهان نصیب فرما. خدایا مرا از این گناه پاک بگردان. خدایا عظمت گناه آن را در قلبم جای بده. خدایا به ترک همه گناهان توفیقم بده، ورنه عاقبت خود را تباه و برباد می کنید. انسانی که عاقبت‌های خطرناک تماشای رسم و نوارهای فحشا و بی‌حیایی و ضد اخلاقی را اگر خوب درک کند و عظمت گناه آن در قلبش جای گیرد، البته به این دستورات عمل می نماید و کوشش می کند که از این گرداب گناه نجات یابد و حال خود را تغییر دهد و به صلاح بیارد. برادران و خواهران عزیز، این نوار را به گوش عبرت بشنوید و به دیگران هم آن را برسانید تا در اجر و ثواب آن شریک شوید.